بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی، امروز درباره استمناء یا که خودرضایی، یعنی انسانی که با دست خود را شهوت خود را پست میکند. دلیل ها از قرآن کریم میبیاریم برای حرام بودن همین عمل زشت از قرآن کریم. بعد دلیل های اخیر میبیاریم، بعد ضررهایی که از همین کار زشت به انسان میرسد آنها را پیشکش شما خواهیم کرد ان شاء الله. یکم دلیل هایی که از قرآن کریم هستند سوره مؤمنون آیت 5 و 6، ولی که الله عز و جل می فرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ای والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که پاک دامنی می‌ورزند، کسانی که شرمگاه خود را نگاه می‌دارند. الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر در موردی زناشان یا که کنیز خویش که در این صورت نکوهیده نیستند، مگر شرمگاه خود را از نگاه می‌دارند، مگر از کی؟ مگر از همسراشان و از کنیزهای خود، یعنی همخوابگی فقط با کنیز، با همسری خود میکنند و با چی؟ و با کنیز. در این حالتی که هست و شرمگاه خود را از غیر همین دو چیز، از دیگر چیزها نگاه می‌دارند، فانهم غیر ملومین، در این حالت هر آن آنها نکوهیده نیستند، ای آنها ملامت شده و مذمت شده نیستند، آنها گناهگار نیستند. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس هر کسی که از این فروتر رود، هر کسی که از غیر کنیز، از غیر همسری خود شرمگاه خود را در دیگر صورت و در دیگر چیز، یعنی که شرمگاه خود را صرف میکند، یعنی که آب منی خود را صرف میکند، وای به دست باشد، در حیوان باشد، در زنا باشد، در چیزی نباشد، فاولئک هم العادون، آنها چیند؟ فروتر از این گفت آنها تجاوزکارند، آنها حدودی که خداوند گذاشته است آن را تجاوز کردند، حدودی که خداوند آن را حرام کرده است اون حرامی را گذر کردند، حدود خدا را تجاوز کردند و آنچه که حرام کرده است آن را پیشه کردند و آنچه که حلال بود آن را نکردند. برای همین الله عز و جل میگه آنها تجاوزکارند. این بود درباره یکم دلیلی که از قرآن کریم بود. دوم دلیل، الله عز و جل در سوره نور 33 آیت می فرماید ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. ولیستعفف الذین، میگه ولیستعفف این و کسانی که الله عز و جل می فرماید کسانی که امکانیت زناشویی یا که امکانیت زن گرفتن یا که به شوهر برآمدن را ندارند یا که نمییابند یا که پول اون مهر اون را ندارند، پاک دامنی ورزند، ای عفت با عفت باشند، به زنا به دیگر مثل زنا دیگر چیزای هستند دست نزنند، ای پاک دامنی ورزند تا اینکه خداوند از بخشش خیش یا که از فضل خیش یا که بخشش خیش توانگرشان گرداند یا که از فضل خود برای آنها عطا فرماید. برای همین میگه باید چیکار کنند در این حالت؟ پاک دامنی ورزند، به کار زشت و کار بد دست نزنند. باز الله عز و جل سوره نور 3 آیت میفرماید که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبیر بما یصنعون. بگو برای مؤمنان که نظر و نگاه خود را پایان کنند، از نامحرم نظر نکنند. سببی شهوت انسان، خیستن شهوت انسان در چیز در نظر کردن است. برای همین الله میگوید که نظر خود را پایان کنید
با زنی نامحرم نگاه نکنید و یحفظوا فروجهم، شرمگاه خود را نگاه دارند. بهتر است برای آنها. خداوند عز و جل داناست به آن چیزی که شما پیشه میکنید یا که آن چیزی که شما میکنید. خداوند داناتر است. و در این آیت الله عز و جل من میکند برای چی؟ برای اون سبب هایی که به چی میبرند؟ سبب هایی که به زنا میبرند یا که به دست زدن در چی به دیگر عمل های زشت میبرند. خداوند من میکند در اول آنها را. دلیل عقلی گفتیم. دلیل عقلی همین است که خودرضایی یا که استمناء این مخالف فطره انسانی است، مخالف فطره سلیم انسانی است. یک فعلی هست که انسان ادا میکند، فعلی که اون انسان به او یعنی که غیر مألوف است. الله عز و جل همین شرمگاه یا که عضو تناسلی را برای انسان داده است. یک وظیفه دارد، وظیفه بلند دارد که ای چیست؟ اون وظیفه برای حمایت و حفظ کردن چی؟ نوع بشری، برای بشر، برای حمایت کردن، حفظ کردن چی؟ انسانیت به طریقه چی؟ از طریقه همخوابگی حلال با همسر خود که از به واسطه او انسان زن حامله دار میشود و فرزند تال میکند و مجتمع انسانی، مجتمع مسلمان ها زیاد شدن میگیرد. این برای همین است. برای همین این مخالف فطره انسانی است. انسان اگر که کمتر، انسانی عاقل کمتر اندیشه کند، میبیند که حتی حیوانها خودشان همین کار قبیح، همین کار زشت اصلا بدن نمیکنند که آن را انسان به این کار زشت دست میزند. باز بعضی انسان ها میگویند که آخر همین وسیله استمناء که وسیله که انسان خود را شهوت خود را پس میکند با دست خود، این میگه چی است؟ این یک کاری یعنی که سبکتری است که انسانی را میکنند برای در فتنه ها یا در زنا واقع نشود. یعنی که از همون اخف در فقه میگن که اخف ضررین، یعنی که یکی از همون زنا گناهش زیادتر است، این پایانتر است، همین یعنی کمتر گناهش میکنیم، سبکتر از گناهش. ولی میگن که ان اخف ضررین لا يحل الا في حلول المشروعه انعداما تاما. برای همین میگه که در این حالتی که ما مرتکبی دو ضرر میشه، یعنی که دو، یعنی که همون سبکترین ضررش از زنا که همین به دست است، ولی این در اون حال ما به این میل میکنیم یا که به همین اخف ضررین به این روی میگردانیم که در اون حالتی که یگان حل دیگر نباشد، در اون حالت ما اینا چی جایز است. ولی سبب هایی که انسان دست به این میزند، این ضعیفی ایمان اوست، ضعیفی سستی یقین اوست، یعنی که انسان خداوند نظارت نمیکنه در ذات خود و در غفلت است. انسان این سستی تربیه چی است؟ تربیه که او تربیه کردگی نیست، نه در چی؟ نه در خانه شو، نه در مدرسه شو. بعد صحبتی چی؟ یعنی که هم صحبتی با آدمان فاسد. برای همین این سببی از این چی است؟ انسان به همین دست میزند. خلاصه ضررهایی که اثرهای جانبی که دارد، ضررهایی که به انسان میرسد، ضررهای از جهت طب این آشکار کرده است و ما خلاصه میگوییم، میگویند که ضررهای جنسی است. این عجز جنسی، یعنی که ناتوانی جنسی به چی میبرد انسان؟ همین خودرضایی یا که با دست شهوت خود را پس کردن انسان را به چی میبرد؟ به ناتوانی جنسی. یکم ناتوانی جنسی این چی است؟ این در زبان عربی میگن سرعت القذف. ای انسان وقتی که همبستری میکند با همسرش در حالت تیز آب منیش میریزد. خودرضایی به همین سبب میبرد که یکم این چی است؟ یکم گفتیم همین تیز آب منیش جاری خالی میشود و نه همسرش از اون لذت میبرد از همون همبستری و نه خودش. ضعف الانتساب میگن همون خلاصه عضو تناسلی مرد در حالتی که از بسیاری که انسان استمناء یا که خود همون دست به همین کار میزند به چی میبرد؟ به خلاصه همون عضو تناسلی او نمیخیزد یا که چی انسان نیست میگن، همون شهوتی که دارد شهوتی او آیسته چی پس شدن میگیرد. این خلاصه خیلی ما این شرح بسیار دارد، ما همین خلاصه میگیم. دیم میگد انهاک و آلام و ضعف. انسان تیز خسته می شود، دردها پیدا می شود، ضعیف می شود انسان. مثل یعنی که انسان سست می شود، تمامی بدن انسان سست می شود، تمامی بدن انسان مثل امون رگهای انگمو اعصابش سست می شود.
عصبای سر، مغز سر، رگ‌هایی که هستند سست میشوند، قوه حرکت چیش، یا که موشک‌هاش سست میشوند. مشکل ها پیدا میکنند در چی؟ در درد پشت مثلا، دردهای ستون می شود، دردهای پیوندها پیدا می شود، دردهای زانوها پیدا می شود. خلاصا که همون زرینش پست می شود. خلاصا زرینش پست شدن میگیرد، سست شدن میگیرد. انسان ذهنش چی می شود؟ ذهنش پریشان می شود، ذاکرهش سست شدن میگیرد. ذاکرهش از سبب چی؟ همش از سبب همون خودرضایی کردن. بعدی که انسان همسر میگیرد، حتی در وقتی که انسان همسر میگیرد به همین کار آمیخته است. همین کارو حتی در وقت زنگیریش هم دوام می‌دهد. حتی در وقت زنگیریش انسان حسیات میکند به پشیمانی و حسرت. همون بعد با میگوید که بعضی ضررهای دارد که انسان بعضی همون حتی با مغز سر تاثیر میکند، به ذاکره مغز سر تاثیر میکند. خاصا بسیار است. هم ضررهای جسمی میرسند به او، جسدی، هم نفسیت، هم اجتماعی، هم دینی. مثل که انسان احساس به چی میکند؟ به گناه، که پشیمان میشود این کاری پست کردنش. بعد پیش از این کار خرسند است، بعد که این کار میکند خودرضایی میکند پشیمان میشود. تیز در حال چی میشود؟ در حال غضبناک میشود. آهسته آهسته همین فعل در او ثابت میشود. انسان با او بسیار وسوسه، یعنی که انسان به بیماری وسوسه دچار میشود، به بیماری نفسی دچار میشود. همه وقت میخواهد که یک جانب یعنی که تنها باشد، بعد از دیگران شک میکند. انسان آهسته آهسته به بیماری جنسی می شود، یعنی که انسان یعنی که لذت نمیبرد از هم بستری با همسر خود، چی یعنی که همون لذتی که انسان عادی میبرد او را نمیبرد، یعنی که همون هم بستری میگه خالی است از چی؟ از شهوتی که همون چی میگن، همون شهوت جنسی که هست با همسرش از اون محروم می شود. حتی میگه همین عادت او را چی؟ از او غیرت و شهامت و جوانمردی را چی نیست میکند. خیلی با تاثیرش به شنوایی و به بینایی چیز ضرر میرساند. خلاصه یعنی که کره های دم در خونش کم شدن میگیرد، رنگ و روی زرد میشود، همون اشتهاش کم شدن میگیرد، ذاکرهش چطور میگیرد؟ پس شدن میگیرد، خراب میشود، انسان لاغر میشود، همون عصبهاش هم خراب میشوند. هنگام پیشاب کردن میسوزد. بعد که پیشاب میکند بعضی از چیا همون مثل از همون شرمگاهی او میریزد. آهسته به چی میرسد؟ آهسته به چی؟ به همون پروستات میگن کو پروستاتیت میشود. پروستاتیت سبب پروستاتیت، همین کار سبب پروستاتیت او میشود. خلاصه این بود خلاصه درباره همین خودرضایی. گفتیم ضررایی که به انسان میرسید. از علاجش چیست که انسان از همین خودرضایی یا که شهوت به دست پس کردن از این کار دست کشد؟ یکمین چیزی که انسان باید کند وی کمک خواستن از خداوند عزوجل و بسیار دعا کردن که خداوند انسان کمک کند، مددش کند که همین کار زشت دست کشد. دعا کردن بسیار، خدا را پرسیدن. انسان باید کوشش کند که زن گیرد. در حدیث صحیح اومده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فليتزوج. ای جمله یعنی که از جوانان، یعنی که همه جوانان مراجعه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که کسی از شما که میتواند زنگیری را، یعنی که همون الباء یعنی که همون چی میگن، همون تکلیفه زنگیری را، یعنی که قدرت مالی و قدرت جنسی داشته باشد، پس فليتزوج، پس زن بگیرد. و من لم یستطع فعليه بالصوم. و کسی که ندارد نه قدرت مالی نه قدرت جنسی، پس برای او میگه واجب است که روزه گیرد. فانه له وجاء، پس همون روزه گیری برای او چی است؟ وقایه است، پرهیزکاری است از این کار، ایمانش میکند، حجاب پرده است. برای می گفتیم روزگیری خوب است، انسان شهوت پس میکند. گفتیم چنگ زدن به چی؟ به سببها چنگ زدن. یکی از سببهای چنگ زدن چی؟ دوری از همین جایهایی که شهوت میخیزاند. دوری از همین سببهایی که انسان شهوت انسان میخیزاند. این چیز یکمش نظر به زنها، نظر کردن به زنها یکی از سببهایی که شهوت انسان میخیزد و به همین کار دست میزنند. باز چی؟ اختلاط بهم میگه، آمیخته شدن با زنها، یک جای همراهی با زنها، در یک جا نشستن صحبت کردن. همین فکر و اندیشه پستی که انسان درباره زن میکرد، مثلا که همون شهوت چه میخیزاند، همین باید انسان و همین باید قلب انسان باید به همین کار تعلق نشود.
فکرهای هر خیله، یا که این انسان مشغول میشه قلبش به چی؟ از همین کارا باید دور بیسد، دلش باید دور بیسد و چی؟ و برعکس این انسان باید دل انسان مشغول شد به چی؟ به اوراد، یعنی ذکرها، همه وقت ذکرهای بگاهی و بگاهی و خلاصه همین ذکرهای زیاد مشغول شود. یعنی انسان که چی باشد مشغول شود از چی؟ از این کار دست میکشد. گفتیم باز دور شدن از چی؟ از رفیقای بد و نزدیک شدن به چی؟ به همنشین‌های نیک. اینم یکی از چی است؟ یکی از سبب‌های است که انسان از این کار دست میکشد. باز گفتیم یعنی که گوش کردن موعظه ها، گوش کردن سیره گذشتگان نکوکار ما، که آنها وقتی که انسان سیره آنها را، قصه های آنها را، درباره آنها وقتی گوش میکند، درباره گذشتگان نکوی ما، انسان خود را چی؟ به همانها برابر میکند، پیروی آنها میشود و دنیا دست میکشد. آن رغبت به چی؟ به آخرت زیاد میشود، به حاضر شدن در مجلس های عالمان یا که طالب علمان یا که آنهایی که انسان به دین به راه راست دعوت میکنند. بعد این یعنی که مشق کردن، انسان وقتی که مشق میکند همون طاقتی که دارد همون طاقت صرف میکند، همون طاقتی در درونش خزینه شده است همون را صرف میکند. مثلا طاقت انسان، مثلا خیلی انسان گفتیم که خودش مشغول کی کند به یگان چیز، این فکرها دسترش نمیدارد. زیارت قبر برود، مثلا زیارت بیماری ها برود، خاصا همین کارا انسان چی از همین کار دور میکند. انسان باید حس کند، دل انسان باید حس کند، دلش دل داشته باشد، دلی که شرم دارد از خداوند، از خداوند شرم باید داشته باشد که خداوند در همه جایی که میرود میبینش. برای وقتی که انسان که وقتی که فکر میکند که خداوند در همه جایی که میبینش، پس به همین کار دست نمیزند و شیطان هم وسوسه کردن نمیتونه. بعد گفتیم تماشای تلویزیون کردن یا که نظر کردن با بعضی کانال های ویژه‌ای هستند که انسان رو به همین میبرند، یا که توی رفتن، یا که رقص و بازی رفتن، یا که همون کینا رفتن، یا که همون جای رفتن که اونجا زنان بسیارند، اونجا همون زنکایی که برهنه هستند بسیارند. بعد خیلی با تلفن باید انسان صحبت نکند. یکی از همون چیاش انسان باید وقتی که خالی دارد، وقتی خالی شه باید در چی؟ در ذکر خدا صرف کند، در ذکر خدا. انسان باید به شکم خواب نرود، به شکم باید خواب نرود. خلاصا بسیار چیزایی هستند که انسان از این دور میکنند. یکمش که این انسان ایمانش که زیاد شد، آهسته آهسته از این کارا دست کشیدن میگیرد. ایمان زیاد به چی میشود؟ ایمان زیاد به طاعت و عبادت میشود، کلام خوانی، هم صحبت با آدمای نیک مسلمان. خلاصه همینها، خلاصه این بزن و مرد، این سخنایی که میذاریم بزن و مرد تعلق دارد. برای زن و مرد هم همین کارا میکنند، همین خودرضایی در زن هم هست و در مرد هم هست. برای این انسان ها، برای این مراجعت برای همه است. در دیگه دولت ها هست، خیلی من اگه تاجیکستان نمیدونم که در دیگه دولت های اروپا و در دیگه جای ها خیلی منتشر است، هم زن ها و هم مرد ها. برای این انسان باید چی؟ این یعنی که مراجعت من برای همه که چی از این کار دست کشند. کمتر خلاصه در برای همین و در برای علاجی که از این است که دور جستن از این و از دعای که خود ما را فراموش نکنید. و اون سه خطایی به جانب من، آن توفیقی به جانب خداوند. السلام علیکم و رحمت الله.